راغلیو د بلخ د عامه روغتیا ریاست کارمندانو سره امروز ما کمپاین به خاطر وقایع بیماری یا مریضی کانگو داریم که به هماهنگی ریاست صحت عامه و سایر جای ولایت بلخ د کوم مرض په هکله چې دوی کمپاین شروع کړی دی د دې د مخنیوي په هکله او د دې د علایمو په هکله به درته وایي. سردردی بسیار شدید در نزد بیمار پیدا میشه، تهوع، دلبدی، استفراغ، درد عضلانی. ما امروز کمپاین آگاهی دهی مرض کانگو را براه انداختیم. مرض کانگو یک مرض ویروسی است که از طریق حیوانات مانند گاو و گوسفند و بوس از حیوانات به انسان ها انتقال پیدا میکنه. با خون حیوان، با افرازات یا با لعاب دهنش یا با مواد غایطیش سر و کار داشته باشیم، در تماس بوده باشیم، از اون طریق به ما انتقال پیدا میکنه. د افغان نیوز یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو ستړي مشئ، خدای دې وکړي چې جوړ روغ به وي. درنو لیدونکو د منګه نننۍ خپرونه په ټوله کې یو متفاوته خپرونه ده. راغلیو د بلخ د عامه روغتیا ریاست کارمندانو سره چې دوی داسې یو کمپاین د یو ناروغۍ په اړه باندې لارې ته اچولی دی تر څو خلکو ته خبرتیا ورکړي او د دې مخه ونیسي. نو زموږ سره اوسیږئ، د دوی د کمپاین هغه کومه تګلاره چې ده هغه تاسو ته په عملي بڼه باندې او له نږدې نه وښیو. افغان نیوز مه هېروئ، د موږ سره تر پایه عملتیا وکړئ. درنو قدرمنو لیدونکو، راغلیو د باندې ساحې ته د ټیم سره. نو ډاکټر صاحب به دلته تاسو ته ووایي چې دلته دوی کومه کارونه ترسره کوي او د دوی هدف څه دی. دکتر صاحب نخست سلام ما را قبول کنید و در بیننده اگر خودتان معرفی کنید. من نورالله زاهدزی هستم، مسئول CBC دفتر یونیانی در ولایت بلخ. امروز ما کمپاین به خاطر وقایع بیماری یا مریضی کانگو داریم که به هماهنگی ریاست صحت عامه و سایر جای ولایت بلخ راه اندازی شده. بزرگترین هدف ما این کمپاین بزرگترین هدفش است که ما بتانیم وقایع داشته باشیم. به خاطر از خدا نخواسته اگر کدام فامیل ما دچار این مشکل شود، خودتان میفهمید در شرایط کنونی که افغانستان قرار داره، هیچ فامیلی که 99% اکثریت فامیلا سطح اقتصادشان خیلی پایین است، اگر خدا نخواسته مبتلا به این بیماری شود نمیتونن او را تداوی بکنن، نمیتونن او را تحت مراقبت خود بگیرن. و زمانی که ما این بروشور را توزیع میکنیم تمام پیام های کلیدی این مریضی در این اضافه شده. اگر میشه میره در بیننده عزیز یک نشان بدیم. درنو لیدونکو دغه اطلاعیه دی یا خبرپاڼې دی چې د دوی د طرف نه خپریږي او وګورو چې دوی په کومه ترتیب باندې خلکو ته دغه اطلاعیه خپروي. دکتر صاحب بریم ببینیم که شما یک چند تا اطلاعیه را در مردم میتین در بیننده عزیز نشان بدید. درنو قدرمنو لیدونکو، د بلخ عامه روغتیا چې کوم کمپاین ترسره کړی دی، د کمپاین د ټیم سره راغلی یاستو ساحې ته. د ما په نظر چې پنځمه ناحیه ده ډاکټر صاحب که نه. تاسو ته به ډاکټر صاحب راسره د مختصره نه ووایي چې د کوم مرض په هکله چې دوی کمپاین شروع کړی دی د دې د مخنیوي په هکله او د دې د علایمو په هکله به درته ووایي. امروز ریاست محترم صحت عامه در قسمت آگاهی مرض کانگو براه انداخته
ما از طریق دفتر در اینجا اشتراک کردیم. هدف ما است که ظرفیت صحی مردم را بلند ببریم تا که مردم در مورد واقعه امراض کانگو آگاهی پیدا بکنند تا که آمار امراض یا بیماری در جامعه کم شود. دکتر صاحب محترم، بغیر از کمپاینی که شما این ورقه را توزیع میکنین، شما اقدامات دیگری هم از طرف مرکز دارین که برای شما ارائه شده باشند؟ بله، ما بر علاوه این که این بروشورها را توزیع میکنیم، بنر داریم، ما سمینارهای گروهی داریم که مردم در ساحات مختلف از طریق کارکنان صحی ما جمع شده. خود کارکنان صحی هم در مورد امراض کانگو آگاهی میتن. خود ما هم که حالا میریم، شما خودتان شاهد میباشین که برای مردم به طور گروهی یا به شکل سمینار ارائه میکنیم تا اینکه مردم در مورد این مرض آگاهی پیدا بکنن. بله، به طور گروهی یک سمینار آموزشی برای ارائه میکنیم. دکتر صاحب محترم، به عنوان سوال آخر، چون برنامه ما باز زیاد میشه، فشرده اگر راجع به همین مرض صحبت کنین و راجع به علائم این مرض ببیننده از ما بگوین، چون او اینی ورقه را ندارن که بخوانن، شاید جای دیگه باشن، دور باشن، دسترسی نداشته باشن. درست است. بیماری کانگو یا مرض کانگو یک مرض ویروسی است که از طریق حیوانات مانند گاو و گوسفند و بوس به انسان ها سرایت میکنه یا انتقال پیدا میکنه و راه های انتقال از زیادتر تماس داشتن با کنه حیوانات هست، با خون حیوانات هست، با گوشت حیوانات هست و حتی یک انسانی که خودش مصاب بوده باشه میتونه که خون از افرازات دهانی از میتونه که راه یا طرق انتقال مرض شود. و راه های وقایعی از چی است؟ راه های وقایعی از است که ما از این حیوانات و از کنه حیوانات، از خون حیوانات یا از گوشت و این چیزا ما وقتی که با اینمی چیزا مواجه میشیم از وسایل محافظتی مانند دستکش، ماسک و پیشبند و عینک و چیزا استفاده بکنیم و کنه را با دست برهنه نکشیم. و اعراض علائم بیماری چندین دوره داره و تنها ما اعراض علائمش کوتاه میگم چون برنامه شما بسیار طولانی نشه. این مرض زمانی که در داخل بدن میشه تا 2 الی 9 روز را در بر میگیره که این اعراض علائم خود را نشان بده. یعنی دوره مخفی مریض 2 الی 9 روز می باشه. بعد از 9 روز اعراض علائمی که ظاهر میشه مانند تب بسیار شدید که تقریبا 39 الی 40 می باشه، سردردی بسیار شدید در نزد بیمار پیدا میشه، تهوع، دلبدی، استفراغ، درد عضلانی در نزد مریض پیدا میشه و یک حالتی به وجود میاد سر مریض که مریض از نور میترسه. و اینی اعراض علائم دیگه اعراض علائم هم داره که از طریق از قسمت های مختلف بدن، مثلا از طریق سیستم هاضمه، از طریق طرق بولی، از طریق بینی میتونه خونریزی بده و این دوره های بعدی مریض هست. بله، درست است دکتر صاحب محترم. قسمی که شما گفتین یک سمینار آموزشی هم دارین. بیننده عزیز، ما در بخش بعدی برنامه یک سمینار آموزشی داریم و شما همچنان ما را تا آخر برنامه همراهی نمایید. دکتر صاحب محترم بریم. سلام علیک برادر، خوب هستین؟ سعادتمند بخیر. راحت بشین، شور نخورین. بخیر هستین؟ یعنی ورقه را یک بگیرین. ما امروز کمپاین آگاهی دهی مرض کانگو را براه انداختیم. مرض کانگو یک مرض ویروسی است که از طریق حیوانات مانند گاو و گوسفند و بوس از حیوانات به انسان ها انتقال پیدا میکنه و ما اینی بروشورها را چاپ کردیم، برای مردم توضیح میکنیم، خود ما آگاهی میدیم. کسی که سواد داشته باشه از روی از این میخوانه. حتی اینجا عکس ها وجود داره که میتونن از این برداشت های خوبی بکنن و در قسمت وقایع یا جلوگیری از امراض برشان مفید بوده باشه.
گفتیم مرض کانگو یک مرض ویروسی است که از طریق حیوانات به انسان ها میتونه انتقال پیدا بکنه، چون منبع مرض کنه می باشه. منبع مرض کنه حیوانی است. وقتی که کنه یک حیوانی را بگزه، این ویروس میره در داخل بدن حیوان. در داخل بدن حیوان که رفت، حیوان مریض نمیکنه، چی گوسفند باشه، چی بوز باشه و چی حیوان دیگه باشه. به مدت 7 الی 10 روز در خون حیوانات زندگی میکنه. زمانی که ما با خون حیوان، با افرازات یا با لعاب دهنش یا با مواد غایطیش سر و کار داشته باشیم، در تماس بوده باشیم، از اون طریق به ما انتقال پیدا میکنه. در داخل بدن ما و شما که آمد، این 2 الی 9 روز را در بر میگیره تا اینکه ما و شما را مریض بسازه. درنو قدرمنو لیدونکو د منګه نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې موږ دغسې متفاوته خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارو. د خدای په امان.